بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما برادر از جمع کردن نماز سوال کردند. الله شما را حفظ بکند و برکتتون بتید. البته معروف است که اصل نماز، وقت های نماز اصلش همین است که باید در وقت خوانده شود. چخیلی که الله میگه این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، همانو که نماز برای مؤمنان در وقتش فرض است. اما وقتی که حالت چنین باشد که مثل شما، یعنی وقتی نماز پیشین تا نماز خفتن تقریبا 50 دقیقه وقت دارد، حالا که کار شما مشکل است، شما با یک نماز آماده شدید، به دویم نماز تو رفته کار به شروع کرده، گشت اومدن با دویم نماز میدارد. از همین جهت بله درست است که نماز پیشین در وقت اولش نه، کمی در مابین ترش بخونید و بعد از نماز پیشین در آخری وقتش خوندن، وقتی نماز عصر میداد عصر یک بار خونید، جمع کنید، جمع تأخیر کنید نه تقدیم، جمع تأخیر یعنی در آخری وقتی نماز ظهر نماز خونید و در اولی وقتش نماز عصر خونید. انا همین به طوری میاد. جمع کردن در این حالت بله درست است، باکی ندارد از سبب کوتاه بودن وقت و از سبب مشقت. اما در مسئله نماز مغرب و عشا که شما در راه هستید تا میوید که نماز وقتش میگذرد، تو آماده میشید که وقتش میگذرد، بله اینم باکی ندارد. در این حالت های مشقت، در حالت های کار و مسافرت که وقت ها خیلی وقت های تنگ است و زود میگذرد، جمع کردن والله اعلم باکی ندارد.